همه جا گوجه 3 تومانه، تو کنی 4 تومان. سلام. سلام. ای رئیسای. به بهانه دست فروشی به من مهر تمرینات صدا و گفتار انجام دادم. آفرین. آقا یک تا سوال فنی هنری داشتم. خواهش کنم. چرا این میوه فروشی لامپ طوری آویزان نکنن که ضد نور بنه؟ از نور پردازی چیزی ندارم به خدا. الان کار ضد نور بابا که. الان روز من معلوم نه، ولی شو اگه خیابان من دقت بکنی ضد نوری که ایجاد بنه مغازان ده نشانه. اصلا من نمیفهمی این مغازه آخه سوپرمارکت میوه فروشی قصابه. لامپ پر نور نینن مشتری جذب کنه ده. مشتری پشه هم اگه تو نور پردازی بلدی؟ ده ضد نور دانم چیزه که گرام فروش وله.